فکت ترسناکی که هیچ کس دوست نداره واقعی باشه، اما هست. پزشکان احتمال خیلی بالایی داره که به قاتلان سریالی تبدیل بشن. یکی از این افراد دکتر هولمز بود که مشکوک به قتل بیش از 200 نفر بود. او ادعا کرده که به طور مستقیم آلت دست شیطان قرار گرفته و فقط 2 نفر رو به قتل رسونده. اما تیم تحقیقات قتل‌های بسیار اون رو اثبات کرده. این فقط یک نمونه از هزاران پزشکی بود که تبدیل به قاتل سریالی شده. به نظرتون چرا باید یک پزشک تبدیل به یک قاتل سریالی بشه؟